امروز جمعه است که در خونه من جمع شده از گرسنگی. بیای بچه همه شون گشنه. خدادا یه جوجه کوچولو هم اومده. نگاش کنی چه خوشگله. نه این مامان گربه. بیا نگاش کن. از گرسنگی اینجا صحنه رو ببینید چقدر گرسنه‌ام. پهناه آوردن در خونه من. خدا اینقدر به من برکت اشاره میده که به اینا رو بتونم سیر کنم. وقتی که اینا گرسنه‌ن آخه من چجور میتونم بی تفاوت عبور کنم؟ اما این خداداد منه. میبینیش؟ این غذای فقط پخته دوست داره. من هر روز غذا میپزم ولی الان امروز غذام تموم شده و دیدم اینجا سرصدایه. خدادادا برات غذا میارم باشه مامان.